الو رئیس، یه قند اومده با شما کار داره، بگم بیاد؟ آره حتما باید باهاش حرف جدی بزنم. میفرمایید؟ امروز کلی از اینا نگران نباش، من باهاش صحبت باشه میکنم. شما رئیسی دیگه. الو روده کوچیکه، یه قند دیگه داره میاد، فقط حواست باشه این یکی وای چقدر چندشه. برای اینکه روده کوچیکه باشی زیادی ببین کی داره به کی میگه چا. خب رئیس یه سوخته دیگه تو راهه. به چه عجب، بیا سریع تمومش بکنیم، خیلی وقت نداریم. بجن خند جان. به قشر مغز حال بدم یا به لب جان پیشانی؟ برو برای لب پیشانی. چشم رئیس بدن یا حالش رو ببر عشق میکنه ما رو خوشحال، میبره واقعیت رو از یاد، دور میکنه استرابو از ما. آخ آخ وقت تمومه. بدو برو منم باید برم سراغ بقیه کار. بابا چی تموم شد؟ نرو آخه من کجا برم؟ اونو دیگه من نمیدونم، مثلا برو کبد. بازم قند؟ من خودم پر از چربیم. لوزول مده دستم به 2 متر انسولین آزاد کن. بابا دارم زور میزنم نمیشنوه، مقاومت با انسولین داره. عالی شد، چاره ای نیست، برو ذخیره شو. برا بچه اینجا دیگه کجا؟ خوش اومدی به انبار چربی شکمی رفیق. نمیخوان ما اینجا باشیم ولی ما رو بیرونم نمیکنن.